داستان اتاق 409 جایی که هیچ صدایی خاموش نمی شود. باید صدای ضبط شده رو گوش بدی. اگه گوش ندی، نمیفهمی چی داره دنبالم میکنه. همین یک جمله زندگی آرین رو از هم پاشوند. جمله‌ای که نیمه شب داخل یک فایل صوتی ناشناس برایش فرستاده شده بود. صوتی که نه شماره داشت، نه فرستنده و نه حتی هویت. و این فقط شروع ماجرا بود. یک تماس اول. ساعت 3:14 نیمه شب. آرین توی خوابی سنگین بود که موبایلش لرزید. نه زنگ. نه پیام عادی. فقط یک نوتیفیکیشن. Voice message received. آرین گوشی را برداشت. پیام را باز کرد. یک فایل صوتی 45 ثانیه‌ای. هیچ نامی نداشت. هیچ آیکونی هم نبود. فقط یک دایره خاکستری که انگار توی تاریکی محو می‌شد. آرین هنوز خواب‌آلود دکمه پخش را زد. خش. خش. صدای وزوز. بعد یک نجوا. اگه بیداری. گوش بده. اونا وارد اتاق شدن. اگه دیر کنی. من نیستم. هیچ کس توی اتاق 409 زنده نمیمونه. بعد از این جمله آخر یک جیغ خفه. و تمام. به دو اتاق 409. آرین اول فکر کرد شوخی دوستان است. اما یک چیز آرامش را شکست. او اصلاً نمیدانست اتاق 409 کجاست. ولی صدای ضبط شده. صدای خودش را شنید. نه خیلی واضح. نه روشن. اما انگار خودش بود که میگفت کمک کن. آرین گوشی را پرت کرد زمین. عرق سرد نشست روی پیشانیاش. چشمهایش خشک شد. باور نکردنی بود. اما حقیقت داشت. 3. رد فایل. صبح روز بعد آرین فایل را چک کرد. قابل حذف نبود. قابل فوروارد نبود. حتی قابل ذخیره نبود. فقط یک پیام ثابت. You must listen again. باید دوباره گوش بدی. آرین برای اولین بار در زندگی از تکنولوژی ترسید. نه از محتوا. از اینکه چیزی پشت این پیام بود که خودش را پنهان کرده بود. برای همین تصمیم گرفت فایل را به یک دوستش که کارش تحلیل صوت بود بدهد. دوستش مانی گفت: شب بیا آزمایشگاه. سیستم‌های تحلیل صدا اینجا قوی تره. آرین قبول کرد. اما چیزی که نمیدانست این بود که شب. برای ورود به اتاق 409 خیلی دیر بود. 4 تحلیل صدا. ساعت 10 شب. آزمایشگاه خالی. فقط یک چراغ مهتابی چشمک زن. مانی پشت سیستم نشست و فایل را داخل برنامه انداخت. 5 ثانیه گذشت. 10 ثانیه. 30 ثانیه. مانی ابروهایش را بالا برد. آرین. این چه فایلیه؟ آرین چیه؟ مانی این صدا. اینجوری ضبط نشده. این بازسازی شده. انگار یک چیزی داشته صدای تو رو تقلید می‌کرده. اما کامل بلد نبوده. آرین نفسش بند آمد. صدای من. مانی چند اسلاید صوتی را باز کرد. پیک‌های صدا نامنظم بودند. نفس‌ها مصنوعی. حرف‌ها انگار از گلوی یک موجود بیشکل بیرون می‌آمدند. مانی ادامه داد. این فایل از یک منبع عادی نمیاد. مثل صداییه که تازه داره یاد میگیره حرف بزنه. یک دفعه برنامه هنگ کرد. همه چیز فری شد. پخش کننده صدا خودکار اجرا شد. خش. خش. صدای وزوز. اتاق 409. باز شد. بیا. تا قبل از اینکه بیان. دنبال. تو. مانی لپتاپ را بست. چهرهاش رنگ باخت. آرین. این صدا. داشت الگوهای صوتی تو رو تغییر میداد. فکر کنم میخواد تو رو صدا کنه. یا جایی تو حرف بزنه. آرین منظورت چیه؟ مانی یعنی هرچی بیشتر گوش بدی. بیشتر شبیه صدای تو میشه. تا جایی که تشخیصش ازت غیر ممکن میشه. همین موقع
چراغ‌های آزمایشگاه خاموش شد. تمام. به 5 قطع برق. تاریکی مطلق. فقط صدای نفس‌های سنگین. صدای کشیده شدن چیزی روی کف سرامیک. آرین و مانی خشکشان زد. مانی با صدای لرزان گفت: تو اینجا قفل نکن. بیا سمت خروجی. اما صدایی دیگر. دقیقاً صدای آرین. از گوشه اتاق گفت: مانی. نرو. اینجا رو نگاه کن. من اینجام. مانی یخ زد. آرین هم. آن صدا. ظریف‌تر. نزدیکتر. و بیشتر شبیه آرین از خود آرین. مانی جیغ زد و دوید بیرون. آرین دنبالش رفت. اما فقط یک لحظه برگشت تا پشت سرش را نگاه کند. و آنجا. در تاریکی. یک سایه با قامت انسانی. ولی بدون چهره. ایستاده بود. و فقط دهانش تکان می‌خورد. انگار داشت تقلید می‌کرد. ی ن 6 فرار. بیرون از ساختمان هوا یخ زده بود. مانی حالش بد شده بود. اما قبل از اینکه چیزی بگوید گوشیش زنگ خورد. روی صفحه نوشته بود: Orion calling. مانی با ترس نگاه کرد. گوشی تو اینجاست. پس این کیه؟ آرین گوشی خودش را بالا گرفت. من که دارم به تو زنگ نمیزنم. هر دو با وحشت نگاه کردند. تماس قطع شد. و یک پیام صوتی جدید آمد. روم 409 is open. اتاق 409 باز شد. این بار پیام به گوشی هر دو فرستاده شده بود. 7 ورود به 409. مانی گفت: آرین. به احتمال زیاد این یک اتاق واقعی در همین ساختمونه. آرین نگاهی به ساختمان کرد. هیچ طبقه شماره 400 نداشت. ساختمان فقط 3 طبقه بود. اما یک جزئیات وحشتناک از دیدشان پنهان مانده بود. مانی گفت: بعضی ساختمان‌ها طبقات سرویس یا اتاق‌های کنترل دارن که شماره گذاریشون توی نقشه نیست. احتمالاً اتاق 409. یه اتاقیه که نباید دیده بشه. آرین خواست برگردد داخل. مانی محکم دستش را گرفت. اگه بری داخل ممکنه بیرون نیایی. آرین گفت: مانی. یه نفر داخل فایل کمک خواست. و شبیه من بود. من باید بفهمم چی این صدا رو ساخته. مانی مکث کرد. و تصمیم گرفت همراهش برود. 8 پشت در 409. ساختمان نیمه تاریک بود. نور اضطراری زرد. سکوت کامل. صدای تق لوله ها. آرین و مانی از راه پله پشت ساختمان بالا رفتند. آنجا یک در فلزی دیده میشد. زنگوزده. تمام شماره‌هایش پاک شده بودند. جز یک چیز. با انگشتی نامری. روی در. عدد نوشته شده بود: 409. آرین آرام در را لمس کرد. سرد. خیلی سرد. صدای ضبط شده دوباره پخش شد. این بار بدون موبایل. از پشت در. خیلی نزدیک. میخوای بدونی؟ باز کن. تا صدام رو کامل بشنوی. مانی گفت: باز نکن. خواهش میکنم. ولی آرین در را فشار داد. در با صدایی آهسته باز شد. نه، اتاق بدون سقف. اتاق 409. هیچ شباهتی به یک اتاق معمولی نداشت. سقف نبود. جای سقف. تاریکی مطلق. انگار یک چاه سیاه بالای اتاق بود. و صدا از همان تاریکی می آمد. مانی آرام گفت: این معماری انسانی نیست. روی دیوارها امواج صوتی حک شده بود. مثل فرکانس‌های ضبط شده. اما با انگشت. با دست. یا چیزی که انگشت وانمود میشد. آرین وارد شد. در پشت سرشان بسته شد. تاریکی سقف. موج خورد. و از داخلش چیزی پایین آمد. نه انسان.
نه حیوان. نه سایه. نه جسم. بلکه یک صدا که خودش را تبدیل کرده بود به شکل صدا. و آن موجود با صدای آرین گفت: بالاخره خود اصلی اومد. مانی عقب رفت. آرین یخ زده بود. موجود جلو آمد. هر قدمش مثل لرزش هوا بود. من خودت نیستم. اما از صدات ساخته شدم. تا جای تو ادامه بدم. تا وقتی تو ساکت بشی. مانی فریاد زد: آرین بدو. اما دیر شده بود. موجود دهانش را باز کرد و صدای آرین با فریاد بیرون آمد: تو باید جای من ساکت بمونی. اتاق تاریک شد. همه چیز فرو رفت در صدا. و آخرین چیزی که مانی دید این بود که آرین داشت تبدیل می شد به موج. به سوت. به یک صدا. پایان. صبح فردا مانی به پلیس گفت چه اتفاقی افتاده. اما وقتی برگشتند ساختمان، اتاق 409 وجود نداشت. انگار هرگز آنجا نبوده. هیچ دری نبود. هیچ راهپل‌هایی نبود. هیچ علامتی نبود. فقط یک چیز پیدا شد. روی میز آزمایشگاه. یک فایل صوتی جدید. نام فایل Final.wav. مانی با دستانی لرزان پخش کرد. خش. خش. صدای وزوز. و بعد صدای آرین. ولی کمی آرامتر. کمی خسته تر. و کمی غیرانسانی تر. من اینجام. ولی دیگه صدا فقط مال من نیست. اگه این پیام رو شنیدی، یعنی اتاق 409 برای تو هم باز شده. گوش بده. فقط گوش بده. تا صدا شکل تو رو هم یاد بگیره. پایان. یا شاید شروع.